امروز برگشتیم با جدیدترین پادکست بزرگسال، یعنی پادکست برادرز. پس با من همراه باشید. سلام دوستان، به چنل من خیلی خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز برگشتیم با یه ویدیو درخواستی. خیلی ها تو این مدت گفتن آقا پادکست های برادرز شروع شده، لطفاً بیا در مورد این پادکست ها یه ریاکشن برو برامون ترجمه بذار ببینیم داستان چیه چی نیست، یه توضیحات بده. ما هم گفتیم آقا چشم، مثل همیشه برگشتیم ویدیو رو ببینیم. قبلش لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت انگلیسی معنادار بذارید و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید تا با چنل آشنا بشن و چنل رشد بکنه. در ضمن اگر آلبوم منو هنوز نشنیدید میتونید از چنل یوتیوب آلبوم دیاسپورا رو گوش کنید و نظرتون رو راجع به موزیکای من بگید بدون هیچ معطلی. 1 2 3 برو بریم. یه توضیح بدم دوستان، کسایی که توی تصویر هستن. آنجلا وایتو که دیگه همه میشناسید، اصلا نیازی نیست من توضیح بدم. آقایی که میبینید باز ایشون هم همه میشناسن. اگر نمیشناسید مانوئل فررا هستش، یکی از بهترین و حرفه‌ای ترین بازیگرای صنعت فیلم‌های بزرگسال که واقعا در کنار عموجانی و کیرانلی یکی دیگه از خفن ترین هاستیه. و اون خانومی هم که اون طرف نشسته با دم و دستگاه آبی، ایشونم کنی پریگنون هستش. من البته فامیلیشو نمیدونم دارم درست تلفظ میکنم یا نه، ولی خب یه ذره سخته دیگه، در همین حد شما لطفاً بپذیرید دیگه. بریم به ادامهش برسیم. آقا یه توضیح دیگه بدم. آبیه شبیه توکیولی هم هست لامصب. اینا همشون شبیه هم دیگه، من چیکار کنم؟ اینایی که منظورم کسایی هستن که حالا چشم بادومیان شبیه هم دیگه، یکی این دوتاست دیگه آقا، یا کنی پریگنونه یا توکیوله، یکی این دوتاست. آره دیگه، عمو مانوئل میخواسته بره تو دل کار. تا گفتش که دم و دستگاه بزرگ داشت، یهو فیلم بردار اومد زوم کرد همون جایی که باید. یارو رو تعریف کردی و تخریب کردی مرد حسابی. میگه 3 دقیقه کلن طول کشید. آقایون، خانوما، دوستان عزیز که فکر میکنید این فیلم ها جدای از سرگرمیان و مثلا همش واقعیان، به خدا همچین چیزی نیستا. این که نمیدونم یه سری ها از طرف این داستان ها میان تبلیغ میکنن سوء استفاده بکنن، بیا نمیدونم قرص فلان بخور، بیا نمیدونم اینجوری کن اونجوری کن، همچین چیزی نیستا. دوستان، به عنوان کسی که تمام رب و رب به این داستان ها رو میدونه، اینا به دم و دستگاهشون چیز میز تزریق میکنن قبل از هر ویدیو و کلی دارو مصرف میکنن، کلی باید چیزهای مختلف رو بگذرونن، فیلترهای مختلف رو که بتونن به اون آمادگیه برسن که شما بشینی مثلا
چه میدونم 30-40 دقیقه ویدیوشون رو ببینی. یعنی این چیزی که شما داری میبینی یه تک نیست. خیلی وقتا هم وسط کار طرف 2-3 بار کارش تموم میشه دوباره ادامه رو میگیرن. یعنی با جلوه های ویژه با ادیت به اینا رو به هم دیگه میچسبونن. جدی نگیرید، فقط به چشم سرگرمی نگاه بکنید به این داستان، خواهش میکنم. چون یه سری ها من میبینم واقعا خیلی جدی گرفتن قضیه رو، اصلا همچین چیزی نیست. و اینکه خود دیگه وقتی مانوئل فررا میگه آقا 3 دقیقه دیگه تا تاشو برید دیگه، چی بوده؟ تازه حالا میگه طرف تحریک آمیزم نبوده، نمیدونم داره تخریب میکنه تشویق میکنه، ولی 3 دقیقه. دوست عزیزی که فکر میکنی خروسی، تو خروس نیستی، تو داری کار درست رو میکنی، فقط ذهنیت ها اشتباهه. همراه باش، داره حقیقت ها رو خود مانوئل فررا میگه. برو بریم. حاجی این دیگه بابا، وای پسر، خیلی شرایطش دیگه پیچیده بوده بنده خدا، یعنی قشنگ این تو آنپاس مونده. ولی اینو بهتون بگم، حالا نمیدونم دقیقا این اتفاقایی که افتاده برای کیه، ولی الان مانوئل مدت هاست، سال هاست که متأهله و بچه هم داره. و جالب بدونید زنش هم کیدن کراس یکی دیگه از بازیگرای این صنعت بوده، ولی از وقتی که با هم ازدواج کردن و بچه دار شدن، الان فقط مانوئله که توی فیلم ها بازی میکنه. کلن کیدن کراس تو هیچ فیلمی بازی نمیکنه، اما به عنوان تهیه کننده و یا نویسنده و کارگردان فعالیت میکنه. سایت خودشون هم دارن، یعنی اصلا یه برندی دارن، یه کمپانی دارن برای خودشون. اگر خواستید بگید در مورد اون کمپانی هم من میتونم در آینده نزدیک ویدیو درست کنم براتون. ولی کلا داستان اینجوریه. حالا من نمیدونم این قضیه‌ای که داره تعریف میکنه برای قبل از ازدواجه یا بعد از ازدواج، اینو دیگه الله اعلم. وای 3 دقیقه. وای اسمت طرفو برده. خیلی دردناک بوده داداش، معلومه. دیگه داداش مانوئل دیگه، صدها بار کمه. منم اگه دختر بودم مانوئل اصلا، بیا دیگه نمونه بارزش دارم میگن. خب دوستان امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید.
اگر از شخص دیگه ویدیو میخواستید حتما تو کامنت ها بگید. تمام تلاشمو میکنم که براتون ویدیو تهیه کنم ازش. لطفاً برای حمایت از من همین الان ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت انگلیسی معنادار بذارید و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید تا با چنل آشنا بشن و چنل رشد بکنه. و اگر هنوز آلبوم جدید من یعنی دیاسپورا رو گوش نکردید، از چنل گوش بکنید و نظراتتون رو با من در میون بذارید. تا ویدیو بعدی خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم. فعلا